تأسف است. تأسف است اون مردمی کلمه را در سر زبان گرفته که اولین نمبر کسی که به اصول مذهب خود قوانین گذاشته. امامت اصل مذهب یک طایفه از مردم است و خودشان کتابایشان پر است کسی که امامت قبول نمیکنه او کافر است. اولین تکفیری در طول اسلام کدام مردم است؟ مردمی که امامت اصل دین جور کرده و منکر امامت کافر میگه. امو مردم میخیزه امروز کسی که کافری که الله و رسول به او کافر گفته تو را کافر میگه، تو را میگه تکفیری است. تکفیری خود توستی که اصول خود ساخته برای خود جور کرده. اگر کسی او را نمیپذیره تو را کافر میگه. کسی که واقعا کسی را الله و رسول کافر گفته باشه تو برش کافر بگوی این را تکفیری نمیگه. تکفیری کسی را میگه که الله و رسول را کافر نگفته او تو برش کافر میگه، این را تکفیری میگه. یک کمی مطالعه بکنی جوانای احساساتی ما. دو روز رفتی دو کتابی فارسی را مطالعه کردی، باز بعد از او علم دین از مفتیای بزرگ کرده که 40 و 50 سال خود درس حدیث و تفسیر تیر کرده و این قدر احتیاط میکنه در فتوای عادی خود. او تو جناب محترم فقط تاپه را گرفته ای. اولین خطایت اینمیست، اشتباهت اینمیست، تباه میشه. برادرکی جوانم یک کمی دیگه پشت علم بگرد، خواهرکم تو یک کمی پشتی باز پرسان کو، سوال کو.